فیلم حضور، فیلم تازه استیون سودربرگ، محصول سال 2024. سودربرگ شاید ویژه ترین فیلمساز آمریکاست، از این منظر که گردش دائمی داره میان تجربه گرایی، ساختن فیلم‌های مستقل، از طرف دیگر فیلم‌های جریان اصلی هالیوود و مینستریم. فیلم حضور تماماً پوینت آف ویو یک روحه، یعنی ما از نقطه نظر یک روح سرگردان در یک خونه فیلم رو می‌بینیم. طبعاً تکنیک فیلم با توجه به چنین سوژه‌ای برداشت بلنده. زمانی که این خانواده وارد خونه میشن، روح یه مقداری دستپاچه است، حرکات دوربین با یک شرمی همراهه، اما هرچی بیشتر میگذره انگار با اینها یک احساس نزدیکی بیشتری میکنه، راحت‌تر بهشون نزدیک میشه. از طرف دیگه در نماهای بیرونی که ما از پنجره اتاق ما میبینیم، داریم یک چیز عادی رو مشاهده می‌کنیم، زندگی عادی در جریانه. فیلم بسیار خوبیه، در ادامه تجربه گرایی‌های سودربرگ فیلم بسیار ارزشمندی.